موضوعی که امروز میخوایم بررسی بکنیم تأثیر قوانین جدید مورگیج بر روی بازار مسکن در شهر کلگری. واسه شروع خیلی خوبه که بدونیم خب چه درصدی مورد این قانون جدید تحت تاثیر قرار میگیرن. هولوش 40% مورگیجایی که داده میشه افرادی هستن که با 20% بیشتر پول پیش مورگیج میگیرن. هولوشن به هر حال هولوش 100,000 تا یا 18%، 20% از سقفی که میتونستید قبلا کوالیفای بشید کم خواهد شد با این قانون جدید. البته شاید الان بگید که خب 40% بایرای مارکت تحت تاثیر قرار میگیرن در نتیجه و میتونه یه شوک بزرگ باشه به بازار مسکن، اما اینجوری نیست، چون که اولا همه کسایی که 20% بیشتر میذارن تا سقف کامل مورگیجی که کوالیفای میشن خونه نمیخرن و خیلی کمتر خونه میخرن، پس در نتیجه اونا تحت تاثیر قرار نمیگیرن. به علاوه افرادی هستن که با پول پیش بیشتر تصمیم میگیرن این گپی که اتفاق میفته رو بپوشونن، در نتیجه داون پیمنت بیشتر میذارن. تقریبا کارشناسا میگن که یه چیزی هولوش 10 تا 15% افراد توی مارکت به عنوان بایر تحت تاثیر قانون قرار میگیره. واسه اینکه ببینیم حالا چه تأثیری داره توی بازار، خیلی خوبه که تجربه‌ای که سال 2016 داشتیم و ببینیم چطور بود. سال 2016 اکتبر همین قانون دقیقاً به همین شکل اپروو شد، ولی واسه کسایی که کمتر از 20% پول پیش میذاشتن و در اون زمان هم خیلی به قول من پیش بینی‌های خاص بود. بعضی میگفتن خب قیمت به شدت میاد پایین. در ماه اکتبر 2016 خرید فروش زیاد شد 20%، به خاطر اینکه خب افراد می‌خواستن تا این قانون اجرایی نشده خونه‌شون رو بخرن. در ماه نوامبر خرید فروش کم شد، ولی توی کلگری از دسامبر قیمت‌ها شروع کرد بالا رفتن و قیمت‌ها تا آگوست و سپتامبر امسال روی رشد بود و تقریباً اثر خاصی روی مارکت نذاشت. این چیزیه که تجربه‌ای که اتفاق افتاده و میتونیم با همین مدل شاید بررسی کنیم اتفاقی که با این قانون جدید میخواد اتفاق بیفته. آماری که بانک TD داده در سال 2016 کسایی که تحت تاثیر قرار میگرفتن یعنی با 5% داون پیمنت می‌خواستن خونه بخرن، تعداد این وام‌ها 5% کم شد. در عوض 25% وام‌هایی که با 20% داون پیمنت می‌خواستن بذارن بیشتر شد. یعنی به شدت بازار خودش رو ادجاست کرد با این تغییرات و افراد به هر نحوی پول داون پیمنت بیشتری پیدا کردن و خونه خودشون رو خریدن. نکته اینه که البته خب خیلی شاید دوست نداشته باشن این قانون و فکر کنن محدود کننده است، ولی در لانگ ترم میتونه خیلی مثبت باشه، از این لحاظ که به هر حال افراد جلوگیری میکنه که قرض زیادی بکنن، زیر قرض خیلی سنگینی برن. بازار رو در لانگ ترم استیبل میکنه، چون که افراد اکویتی دارن رو خونه هاشون، با مقدار کمی خونه نمیخرن و این از اون بوم و باستایی که تو مارکت میتونه اتفاق بیفته تو شهرهایی مثل تورنتو و ونکوور داریم میبینیم و دیدیم جلوگیری میکنه. در نتیجه لانگ ترم یک بازار سالمتری رو ایجاد میکنه. چیزی که در مورد کلگری میشه حدس زد اینه که با پایان امسال که قوانین اجرایی میشه چند ماهی، شاید 2-3 ماهی بازار راکت باشه، ولی بعد از 2-3 ماه پیش بینی اینه که دوباره ادجاست کنن افراد و این قانون رو بپذیرن و خریدشون رو بر اساس همین قوانین جدید بکنن. به خصوص تو کلگری چیزی که بسیار بسیار مهمه اقتصاده و ریت بیکاری. پیش بینی ها میگن که سال 2018 سال بهتری خواهد بود، با توجه به قیمت نفتی که داریم الان ببینیم میتونه بهتر باشه و تأثیری که بیکاری و اقتصاد میتونه توی بازار مسکن بذاره تو کلگری خیلی خیلی بیشتره حتی از این قوانینی که عوض میشه. خیلی ممنون.